حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که آخر این امت اصلاح نخواهد شد مگر به آن چیزی که اول این امت اصلاح شده است. آن چیزی که اول این امت را اصلاح کرد، آن چیز هم باعث اصلاح آخر این امت قرار خواهد گرفت. لذا امت اسلامی در شرایط امروز بسیاری از ابزارآلات، اسباب، وسایل، افراد، گزینه‌های مختلفی را آزمایش کردند ولی نتیجه نگرفته است. مردم سرمایه‌دار شدند ولی آرامش نگرفتند. مردم بر چوکی قدرت نشستند ولی آرامش نگرفتند. مردم بر جایگاه قومی، بلندای قومی قرار گرفتند اما آرامش نگرفتند. لذا آرامش این امت در چیست؟ آرامش این ملت در چیست؟ آرامش بشریت در چیست؟ قرآن عظیم الشان به عنوان کامل ترین کتاب و رسالت الله متعال برای بشریت، پیام الله متعال برای بشریت، برای انسانها راهکار نشان داده است. برای اصلاح امت اسلامی مواردی را پیش روی مسلمانان قرار داده است که وقتی که انسان قرآن را بررسی می کند، زندگی سلف صالح را بررسی می کند، زندگی پربار آن حضرت صلی الله علیه و سلم را بررسی می کند، به این نتیجه می رسیم که ما مسلمانان دارای گنج گران بها هستیم. ما را الله متعال نعمتهای بسیاری داده است اما ما استفاده نمی کنیم. آب در کوزه و ما تشنه روان می گردیم. به این خاطر هست که ما سرگردانیم. الله متعال می فرماد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره این آیه کریمه می فرماید اگر امت من رسول الله به این آیه عمل بکند، محتوای این آیه را درک بکند، برای تمام زندگیشان کافی است. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که از الله بترسد، الله متعال راه خروج از مشکلات را برای او پیدا خواهد کرد. ترس از الله، تقوا، سردسته حل تمام مشکلات هست. به همین ترتیب که گناه ابتدای همه بدبختی ها و بندی ها در زندگی ما هست، به همین ترتیب تقوا و ترس از الله متعال سلوحه تمام گشادگی ها در زندگی ما قرار خواهد داشت. و من یتق الله یجعل له مخرجا. هر کسی که از الله بترسد، الله متعال راه خروج. چه مشکل داری؟ سرگردانی داری، فکر بسیار میکنی، مشکلات خانوادگی داری، یجعل له مخرجا. اگر مشکلات اقتصادی داری، و یرزقه من حیث لا یحتسب، الله می فرماد از جای روزی خواهم داد بنده خود را که گمانش را هم نکند. اگر مشکلات امنیتی داری، و من یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کسی توکل بر الله بکند، الله او را کافی است. اگر از آینده خود نگرانی، قد جعل الله لكل شيء قدرا، الله متعال هر چیزی برای هر چیزی تقدیر قرار داده است. لذا زمانی که با الله بودی، با الله بودن چیزی به عنوان نگرانی در زندگی ما وجود نباید بیاورد.